قول میدم فقط 5% شماها لحظه فیوژن زدن و تحویل به مشتری رو از نزدیک دیده باشید. ما سعی کردیم یه ویدیویی برای شما تهیه بکنیم تا از نزدیک با اون آشنا بشید. وقتی به مرحله نهایی پروژه فیبر نوری 25 واحدی رسیدیم، جایی که باید فیوژن انجام بشه، همه چیز یه دفعه جدی میشه. انگار نه انگار تا همین دیروز داشتیم با کابل‌ها کشتی میگرفتیم و دنبال اون سینه لعنتی تو رگ میگشتیم. حالا رسیدیم به لحظه حساس، فیوژن. اون لحظه باشکوه که دو تار نازک فیبر مثل دو عاشق قدیمی که سالها دور از هم بودن قراره برای همیشه به هم متصل بشن. با احترام و وقار سر فیبرها رو میگیریم، تمیز میکنیم و یه نفس عمیق میکشیم. چون میدونیم اگه یه ذره خاک روشون باشه دستگاه فیوژن بهت اخم میکنه. با دقتی بیشتر از جراح قلب لایه محافظ رو جدا میکنیم، بعد با الکل، نه اون مدلی که تو ذهنت است، و دستمال خاص فیبر رو تمیز میکنیم. در این